مثلا یه جایی یاسمن به سجاد میگه من فقط بلدم لاف بیام و معنی فارسی این کلمه رو نمیدونم. یاسمن جان منظورش از لاف اومدن اینه که فقط بلد زبون بازی یا متلک پرونی کنه و به اصطلاح خودمون نیم متر زبون داره. خلاصه که این بزرگوار یه جوری غیر مستقیم میخواست بگه من با کلاسم و فارسی صحبت کردنم آمیخته از کلمات ترکیه. حالا این وسط تا اونجایی که علم ما یاری میکنه در زبان ترکی استانبولی کلمه لاف یعنی حرف یا سخن و معنی زبون بازی یا متلک پرونی رو نداره. باز خوبه که ما میدونیم یاسمن جان اصالتا اهل رشته و یک در میون ایرانه. طرف 50 سال تو آمریکا زندگی میکنه اینجوری قیافه نمیگیره. تا اونجایی هم که ما خبر داریم ملت حاضرن برن شابدالعظیم ولی نرن ترکیه، بس که کشور دم دستی شده. از اون طرف جالبه که جاوید خان در همین قسمت اول 2 تا از بچه‌های عشق ابدی رو شناخت. تا حدودی میشه حدس زد که فصل دوم هم مثل فصل اول یه سناریو و توانایی‌های ریزی در خارج از ویلا داشته باشه. مثلا اگه در جریان باشید علی قبل از برگشتش به عشق ابدی با مهبد و ترانه هماهنگ کرده بود که تبانی کنن و برنده نهایی برنامه بشن که همه چیزم بر اساس همون ماجرا پیش رفت و علی و زهرا با تبانی که انجام شد جایزه نهایی عشق ابدی رو بردن. پس دور از ذهن نیست که با پخش شدن قسمت‌های بعدی کم کم گند این داستانم در بیاد. و اما یکی از عجیب ترین ماجراهای قسمت اول مربوط میشه به احسان. گویا بسیاری از مخاطبین عشق ابدی شخصیت فرشاد و احسان رو خیلی نزدیک به هم میبینن و این دو شرکت کننده رو با هم مقایسه میکنن. به نظرتون بین فرشاد و احسان چه شباهتایی وجود داره؟ به عنوان نکته پایانی گویا دار و دسته حق علیه باطل پایان فصل دوم عشق ابدی رو هم لو دادن و برنده نهایی این سیزن رو هم افشا کردن تا بلکه به این شکل آخرین مفبری‌های خودشون رو از تریبون عشق ابدی انجام بدن. طبق گفته های امیر حسین پسری که بیشترین خالکوبی رو داره جایزه این فصل رو میبره و تا آخرین قسمت حضور پررنگ خواهد داشت. اما اگه دقت کنید در همین 5 شرکت کننده قسمت اول 3 تاشون خالکوبی های زیادی دارن و این نکته رو هم یادتون نره که حداقل چندین شرکت کننده دیگه هم خواهیم داشت که ممکنه تتوهای زیادی روی بدنشون داشته باشن. پس بعید نیست که این افشاگری امیر حسین از سیزن دوم به قول یاسمن خانم یه لاف توخاری باشه تا امیر جان آخرین استفاده خودش رو هم از تریبون عشق ابدی انجام داده باشه و از آخرین بازدیدهای خودش لذت ببره. اینم از قسمت